در پایان ماه می 1918 تاتارهای قفقاز یا ترک‌های ماورای قفقاز ساکن شرق قفقاز حکومتی ایجاد کردند و آن را آذربایجان نام نهادند. این نام تغییر یافته نام آترپاتاکان بود. آترپاتاکان بخشی از سرزمین ایران و مارستان بوده است و هرگز بر مناطق شمال رود ارس گسترش نیافته است. نام آترپاتاکان در نزد نگارندگان تاریخ باستان از جمله استرابون یلینیوس اول، بطلمیوس و دیگران همواره یاد شده است و در تمامی آنها آترپاتاکان منطقه‌ای در جنوب رود ارس میباشد که امروزه آذربایجان ایران است. در مناطق شمالی رود ارس ما منطقه‌ای به نام آذربایجان نداریم. در محدوده شمال آذربایجان ایران در متون تاریخی سرزمینی به این نام وجود ندارد و تنها پس از سال 1918 با توجهات سیاسی به وجود آمده است. حتی در نوشته‌های عباس قلی آقا بیکخانوف، پدر تاریخ آذربایجان که در قرن 19 میلادی نوشته شده است، از مناطق شمالی رود ارس به نام آذربایجان یاد نشده. حکومت آذربایجان امروزه حتی گفته‌های پدر تاریخ خود را نیز تحریف کرده است. پدر تاریخ نگاری آذربایجان بیکخانوف کتاب خود را تاریخ داغستان و شیروان نام نهاده است، ولی در آذربایجان امروزی آن را تاریخ آذربایجان عنوان می‌کنند. دو نام کاملا متفاوت. پدر تاریخ خودشان با این نام از کشورشان یاد می‌کند. وی از ارمنستان و آترپاتاکان بسیار یاد کرده است. آترپاتاکان که در جنوب رود ارس میباشد، در حالی که این نام در چاپ‌های جدید کتاب وی حذف شده است. از مناطق شمال رود ارس هرگز با عنوان آذربایجان نام برده نشده و همواره با نام شیروان و داغستان خوانده شده است. ژنرال معروف جنگ‌های داخلی و فرمانده ارشد نیروهای روس آنتونی دنیکین در خاطرات خود می‌نویسد: در جمهوری آذربایجان همه چیز مصنوعی بود، غیر واقعی. نام آن برگرفته از نام ولایتی در ایران است. منطقه‌ای مصنوع که شامل سرزمین زاکاتاران لزگی‌ها، مناطق ایالات ارمنی و تاتارنشین الیزابت پل و باکو، به علاوه منطقه روسی مغان تحت لوای سیاستی ترکی در قفقاز به منظور اجرای اهداف پانترکیستی. دولتی مصنوعی. نامگذاری بومی ساکنین این منطقه به عنوان آذربایجانی بی اساستر می باشد. تا سال 1936 از آنها به عنوان تاتارهای قفقاز و یا ترکهای قفقاز یاد می شد. آنها در سرشماری سال 1926 اتحاد جماهیر شوروی سابق با همین عنوان شناخته و ثبت شدند. تنها پس از سال 1936 و به فرمان استالین قبل از تصویب قانون اساسی جدید اتحاد جماهیر شوروی، زبان ترکان ساکن قفقاز آذری نام گرفت و ساکنین این منطقه آذربایجانی خوانده شدند، با استفاده نام به عاریت گرفته شده از ایران و به فرمان استالین. با نامگذاری شرق ماورای قفقاز با عنوان آذربایجان، پانترکیست ها قصد داشتند آن را آذربایجان شمالی بنامند و در آینده از آن و آذربایجان ایران کشوری واحد ایجاد کنند. امروز فعالیت ها در این زمینه شدت یافته است و بی جهت نیست که حکومت غیرقانونی در قبال کشورهای همسایه خود ادعاهای غیرقانونی دارد. در سال 1968 در ایروان جشن 2750مین سالگرد بنای پایتخت برگزار شد که تبدیل به سنتی شده و همه ساله در ماه اکتبر ارامنه جشن پایتخت خود را برگزار می‌کنند. برای ادامه تحریف تاریخ ایروان در شهر باکو در سال 2011 مراسم 500مین سال قلعه ایروان
با حمایت و حضور رئیس جمهور آذربایجان ایلهام علیوف برگزار شد. آنها مدعی هستند که شهر ایروان در قرن 16 میلادی توسط روان قلی خان بنا شده است و نام شهر نیز از نام وی انتخاب گردیده. البته کمال بی‌درایتی است که چنین ادعایی را مطرح می‌کنند، زیرا پیش از قرن 16 میلادی بارها نام قلعه ایروان در تاریخ آمده است. به یاد آوریم که در قرن 7 میلادی قلعه ایروان در مقابل حمله اعراب مقاومت کرد و تسخیر نشد. در سال 1387 با ارتش تیمور لنگ جنگید و بالاخره چگونه امکان دارد ایروان توسط روان قلی خان در قرن 16 میلادی بنا شده باشد، در حالی که 2 قرن پیش از آن در اوایل قرن 14 میلادی حکمرانان مغول ابوسعید و انوشیروان پادشاه ساسانی با عنوان کردن نام شهر ایروان سکه ضرب کردند. تحریفات دولتی آذربایجان فقط در سطح تحریف تاریخ پایتخت ایروان بسنده نمی کند، بلکه به کل تاریخ ارامنه گسترش می یابد. در سال 1990 رئیس جمهور سابق آذربایجان حیدر علیوف، پدر رئیس جمهور فعلی آذربایجان، به تاریخدانان آذربایجان دستور داد تاریخ منطقه را طوری بازنویسی کنند که به نفع آذربایجان تغییر کند. تحریف تاریخ در آذربایجان تبدیل به تعهدی دولتی شده است. در آذربایجان دوران شوروی مکتبی قوی وجود داشت، ولی متاسفانه همکنون تحت فشار است. آن کسانی که چیزی برای گفتن دارند تحت فشار و ارعاب قرار دارند و جرأت سخن گفتن ندارند. فشارها از سوی کسانی است که با توجهات سیاسی منسوب شده‌اند و از امور علمی بسیار دورند. متاسفانه این مصیبتی بزرگ برای دایره علمی جمهوری آذربایجان است. فقط به این دلیل که فرد یا افرادی بر مبنای مستندات علمی و دستیابی به نتایجی خاص که با منافع سیاسی در تضاد است، نباید دلیل تحت فشار قرار گرفتن آنها باشد. در گذشته علم در خدمت دین بوده و امروزه در خدمت سیاست است. در نتیجه تحریفات دولتی حکومت آذربایجان، نه تنها سرزمین و فرهنگ ارامنه آذربایجانی اعلام می شود، بلکه در فرهنگ و تاریخ اقوام همسایه دیگر هم دخل و تصرف شده است. به عنوان مثال، پادشاهی صفوی ایران حکومتی ترکی اعلام می شود و یا نظامی، ترک و آذربایجانی معرفی می شود. شما میدونی که مثلا نظامی رو که این روزها شنیده شد که اشعار فارسیشو از مقبره نظامی برداشتن، خب این وقتی در زمانی که زنده بود ازش خواستن که یک شعر به زبان ترکی بگه و او این 2 بیت رو پاسخ داد که ترکی صفتی سزای ما نیست، ترکانه سخن بهای ما نیست، آن کو نسب بلند دارد او را سخن بلند باید. یعنی اینکه من نسبم ایرانیه و من باید به فارسی سخن بگم، سزاوار من نیست که با زبان وحشیان تاتار و اینها سخن بگم. یکی از اصلی ترین اصول آذربایجان برای تحریف تاریخ این ادعاست که ارامنه پیش از قرن 15 میلادی وجود نداشتند. برای درک بی اساس بودن این موضوع کافی است نگاهی به نقشه‌های مهم تاریخ بیاندازیم که تدوینگران آنها هیچ یک ارمنی نبودند. هرودوتوسه իր աշխատանքների մեջ նշում է Հայաստանը, նշում է նրա գտնված վայրը. پدر تاریخ نگاری هرودوت بارها در کارهای خود از ارمنستان یاد کرده و مکان آن را سرچشمه رودهای دجله و فرات و مناطق شمالی آن یاد می کند. اما نقشه‌برداران آلمانی و انگلیسی که بر اساس گفته‌های وی نقشه‌هایی را تهیه کرده اند، نام ارمنستان را در مرکز نقشه‌های خود قید نمودند. اراتوستن که در قرن 3 پیش از میلاد میزیست، برای اولین بار محیط زمین را اندازه گرفت و به عدد 40,000 کیلومتر رسید. این اندازه که 2300 سال پیش به دست آمده با داده های امروز تنها 2% فرق دارد. وی نیز از ارمنستان در کارهایش یاد می‌کند. همچنین در نقشه هایی که بر اساس نوشته های وی و دیگر مورخان عهد باستان
تهیه شده نام ارمنستان در مرکز نقشه ها قید شده است. می توان به این فهرست نام نقشه های قدیمی قرون میانه را نیز اضافه نمود. استرابون، بطلمیوس و الاستخری جغرافیدان قرن 10 میلادی عرب و غیره در تمامی نقشه ها نام ارمنستان را در منطقه‌ای در میان دریای سیاه، دریای مازندران و دریای مدیترانه ذکر نمودند. اما آذربایجان کجاست؟ آذربایجان یا آترپاتاکان سرزمینی مادی پارتی می باشد که هرگز بر روی مناطق شمالی رود ارس گسترش نیافته است. در این مورد اطلاعات تاریخی اسلامی گواهی می دهند. Իսլամական քարտեզները, որ բնականաբար պետք է բարեկամ լինեն իրենց طبیعی است که نقشه های اسلامی توجه بیشتری به کشورهای اسلامی نشان می‌دادند. در نقشه های مکتب بلخ نقشه‌ای وجود دارد با عنوان آذربایجان، ارمنستان و آران. در این نقشه منطقه جنوب شرقی رود ارس با عنوان آذربایجان آمده است، یعنی آتورپاتاکان. از آن به سمت شمال غرب و غرب نام ارمنستان ذکر شده است و اما سرچشمه‌های رودهای کور و ارس به سمت شمال تا دربند با عنوان آران یا آلبان آمده است. در کل تا سال 1918 با بررسی نقشه‌های مکاتب اسلامی هیچ منطقه‌ای در شمال رود ارس با نام آذربایجان به چشم نمی‌خورد. որևէ իսլամական քարտեզում ընդհուպ մինչև 1918 թվականը. با هدف جدا کردن آذربایجان از آذربایجان ایران و بعد در صورت امکان دستاندازی به آذربایجان ایران، یعنی به یاری روسیه و با همپیمانی انگلیس این کار شد. انگلیسی ها در تمام قطعاتی که از ایران جدا شد در اون جلسات نماینده انگلیس همواره بود برای تضعیف ایران، چون از ایران میترسیدن و جدا کردن و این نام رو دروغ رو گذاشتن، برای که شما میدونین که اونجا نامش بود اران. ما در تمام نوشته های باستانی از اونجا به نام اران سراغ داریم و آذربایجان پایین رود ارس بود و حتی در همین زمانه ما هم کهنسالان آذربایجان این سو هیچ وقت نمیگن اونجا رو آذربایجان، میگن آران. در ادامه تحریف تاریخ آذربایجانی ها در وضعیت بدتری قرار می گیرند. با عنوان کردن این مسئله که کلمه های ارتباطی به ارامنه ندارد، چون ارامنه کشور خود را هایاستان مینامند، هرچند دیگران آنها را بیشتر به نام آرمنیا میشناسند. چند نام برای یک کشور امری مرسوم به حساب می آید. به عنوان مثال گرجی ها کشور خود را ساکارتولی مینامند، در زبان روسی گروزیا گفته می شود. غربی ها این کشور را با نام جورجیا میشناسند و در زبان ارمنی نیز به آن وراستان میگویند. پس عنوان کردن این که ارمنستان و هایاستان کشورهای مجزایی هستند همانقدر خنده‌دار است که بگوییم ساکارتولی، گرجستان، جورجیا، وراستان 5 کشور مجزا هستند. و یا بگوییم که کشور دویچلند که در روسی گرمانیا، در انگلیسی ژرمنی، در فرانسه آلماین، در زبان اسکاندیناوی تیسکلند، در زبان لهستانی نمسین و در فنلاندی ساکسان 7 کشور متفاوت هستند، نه یک کشور واحد به نام آلمان. در اوایل قرن 14 میلادی جنگ‌های عثمانی و ایران منطقه ارمنستان را از سکنه خالی کرد. با سوء استفاده از این حوادث دروغ پردازان آذربایجان اصرار می‌ورزند که تا قرن 17 میلادی ارامنه در این منطقه حضور نداشتند. برای درک کذب بودن این ادعا به یک منبع بی‌طرف مراجعه می‌کنیم. ژان ساردن، جهانگرد معروف فرانسوی، در سال 1673 میلادی، زمانی که ایروان تحت سیطره امپراتوری ایران بوده، در این شهر به سر می‌برده است. وی در آن زمان طرحی از این شهر کشیده و این طرح در نسخه آلمانی کتاب وی نیز آمده است که در زیر آن نوشته است: ایروان پایتخت ارمنستان. تأکید می‌کنم ارمنستان، نه کشور دیگری.
در تحریف تاریخ ایروان، سردمداران آذربایجان سعی می‌کنند از مدال یادبودی که روس‌ها به مناسبت فتح ایروان ضرب کرده بودند و نقاشی نقاش معروف نظامی روس فرانس روبو به نام تسخیر ایروان در اول اکتبر 1827 سوء استفاده کنند، چون در آنها نمای ایروان با مسجد تصویر شده است. آذربایجان از این موضوع نتیجه گیری می‌کند که ایروان شهری آذربایجانی بوده است. پس با چنین منطق نادرستی باید نتیجه گرفت تمام سرزمین‌های اسلامی آذربایجانی میباشند. فرانس روبو 29 سال پس از ماجرای فتح قلعه ایروان در سال 1856 به دنیا آمد و در سال 1893 اثر معروف خود را نقاشی کرد. وی به منظور تأکید بر تسلیم ایران پس از شکست در جنگ با روس‌ها در پس زمینه نقاشی از طرح مساجد ایرانی استفاده کرده است. همین مطلب در مورد مدال یادبود فتح قلعه ایروان نیز صدق می‌کند. تصویر مساجد ایرانی به منظور نمایش انتقال ایروان از ایرانیان به قوای روس مورد استفاده قرار گرفته است. اینکه ایروان به عنوان مرکز ارمنستان شرقی همچنین یکی از شهرهای ایران بوده محرز است. گواه این مطلب ضرب تعداد قابل توجه مسکوکات بین قرون 16 تا 19 میلادی در ایروان توسط شاهان ایرانی است که روی همه آنها ضرب کلمه ایروان مشخص است. همه اینها البته مربوط به ایران می باشند، نه آذربایجان. امروزه در ایروان به عنوان پایتخت اولین حکومت مسیحی جهان مسجد کبود ایرانی سر به آسمان می‌ساید که یک اثر تاریخی بی‌نظیر و بجامانده از دوره اسلامی ایرانی میباشد و با توجه به اینکه ساختمان مسجد متعلق به فرهنگ ایرانی قرن 18 میلادی است، جمهوری ارمنستان مدیریت آن را به سفارت جمهوری اسلامی ایران واگذار نموده. در همین راستا بنای مقبره‌ای در نزدیکی ایروان متعلق به دوران اسلامی ساخته شده در سال 1413 میلادی مقارن با استیلای اقوام قره‌قیونلو بر منطقه خودنمایی می‌کند که دولت ارمنستان مدیریت این مقبره را به سفارت جمهوری ترکمنستان واگذار نموده است. جالب است که بدانیم آذربایجانی‌ها اقوام ترکمن قره‌قیونلو را نیز به نام خود می‌شناسند. یکی از موضوعات مورد علاقه تحریفگران تاریخ در آذربایجان موضوع مساجد ایروان است. در منابع تاریخی آمده است که در قرن 19 میلادی در شهر ایروان 2 مسجد اصلی و در اطراف آن نیز 6 مسجد کوچک وجود داشته است. امروزه از آن مجموعه فقط مسجد کبود پابرجاست و بقیه آنها در طول سالهای حکومت شوروی تخریب شده‌اند. مسئله ثابت شده این است که در شوروی سابق که پرچمدار آتئیسم محسوب می شدند، مراکز دینی و روحانی مورد هجوم قرار می گرفتند که در همان دوران حتی بسیاری از بناهای دینی و تاریخی مسیحیت نیز دستخوش نابودی گردیدند. کلیسای پولس پتروس مقدس که در قرن 5 میلادی بنا شده بود، در سال 1930 به کلی نابود شد. کلیسای کاتولیک و با شکوه مریم مقدس نیز از آن جمله است. کلیسای گریگور مقدس، سیمون مقدس، کلیسای ملر، کلیسای گوزرن، گتسمانی همگی نابود شدند. در سال 1938 بدون توجه به اعتراضات متفکرین و روشنفکران ارمنی، بخش‌های باقی مانده از قلعه ایروان نیز نابود و به جای آن کارخانه کنیاک ایروان بنا شد. حتی کلیسای نیکولاس قدیس روسی که متعلق به قرن 18 میلادی بود نابود شد و کلیسای مریم مقدس که در سال 1913 بنا شده بود از سال 1930 به عنوان سینما مورد استفاده قرار می گرفته است.
اما در آذربایجان تخریب 6 مسجد کوچک و یک مسجد بزرگ را در دوران تسلط کمونیسم به ارامنه نسبت می‌دهند. باید این سوال را مطرح کرد که مگر همین عمل کرد در آذربایجان دوران کمونیسم اعمال نمی‌شد. به یاد آوریم انفجار مسجد بزرگ بیبی ابیت را در باکو در سال 1936 یا نابودی کلیسای زیبای روسی الکساندر نوفسکی را در باکو. چرا ملت متدین آذربایجان این اماکن مقدس را از شر شوروی حفظ نکردند؟ و بالاخره باید یادآوری کنیم که در دوران بعد از استقلال همین رویه ادامه پیدا کرد و چندین مسجد در آذربایجان از صحنه روزگار محو شد. مسئله‌ای که اعتراض ارباب رسانه آذربایجان و انجمن مسلمانان قفقاز و ترکیه را در پی داشت و حتی در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا نیز به آن اشاره شده است. ساکنان اصلی و بومی سرزمین جمهوری آذربایجان چه کسانی هستند؟ کسانی که می توانند به عنوان وارثین حقیقی آران و آلبانیای قفقاز محسوب شوند. Арабские источники выделяют две группы племен. منابع عرب در منطقه آران و آلبانیای قفقاز از دو گروه قومی اصلی نام میبرند: آلبانها یا آغوان و لاگرانها یا لاگزها. Это, видимо, народы, племена, которые были близки к современным лезгинам. لاگزها اجداد لزگی‌های امروز میباشند و اودی‌ها که از اقوام اصلی آغوان‌ها هستند هنوز وجود دارند. در دهه 1980 میلادی با آغاز حرکت استقلال طلبانه مردم قره‌باغ، حکومت آذربایجان اودی‌ها را زیر عنوان سکنه ارمنی از این کشور اخراج کرد که اکثر آنها در ارمنستان پناه گرفتند. از ابتدا این منطقه با نام آلبانیا یاد میشد، ولی بنابر گواهی استرابون در این منطقه مردم به بیش از 26 زبان مختلف سخن می‌گفتند. به این ترتیب ما با تعداد زیادی از اقوام مختلف ساکن قفقاز سر و کار داریم. فرهنگ ایرانی نیز در این منطقه حضوری بسیار قوی داشته است. در این منطقه اقوام ایرانی هم زندگی می‌کردند. تا به امروز تعداد زیادی از مردم تالش زبان در منطقه به عنوان اقلیت ساکنند. در غرب این منطقه نیز ارامنه ساکن بودند. اتفاقی نیست که به محض فروپاشی دیکتاتوری شوروی، ارامنه اولین ساکنین منطقه بودند که پرچم استقلال را برافراشتند و جمهوری قره‌باغ را ایجاد کردند. در سال 1990 دیگر اقوام بومی ساکن این منطقه به پا خاستند. اقوام تالش جمهوری مستقل تالش مغان را ایجاد کردند و لزگی‌های منطقه پرچم جمهوری لزگیستان را برافراشتند. این دو حرکت استقلال طلبانه با زور اسلحه سرکوب و رهبران آنها تبعید شدند. ولی تاریخ نشان داده که نمیتوان حرکات استقلال طلبانه ساکنین بومی را سرکوب کرد. به عنوان یک اصل، تاریخدانان ارمنی پاسخ دروغ‌های آذربایجان را نمیدهند. تعدادی از آنها نمیخواهند خود را تا این سطح پایین بیاورند و گروهی دیگر با تاکید به مسئله مردمی پای دروغ کوتاه است منتظر پاسخ تاریخ به تحریف کنندگان هستند. Ученые МГУ, проведя исследование учебников истории всех стран СНГ, متخصصین دانشگاه مسکو پس از بررسی کتب درس تاریخ کشورهای مشترک المنافع به این نتیجه رسیدند که در بین این کشورها تنها ارمنستان و بلاروس می باشند که تاریخ خود را تحریف نکردند. آنها تاریخ 200 سال زندگی و کشور مشترکمان را به هیچ وجه تحریف نکردند. آنها تاریخ همسایگان خود را نیز تحریف نکردند. به طوری که میگویند آنها وجدان خود را حفظ کردند، حقانیت خود و حقایق تاریخی خود را. تحریف تاریخ در آذربایجان در سطح دولتی انجام می شود. تشکیلات دولتی از هیچ هزینه‌ای برای ترویج دروغ‌های تاریخی خود دریغ نمی کنند. از همه بدتر آن است که این تحریفات در کتب درسی جا دارند و به این ترتیب ذهن کودکان آذربایجانی را مسموم می کنند.
در کتب درسی تاریخ آذربایجان به کودکان اطمینان می‌دهند که بناهای تاریخی مسیحی در آذربایجان توسط اجداد مسیحی آذری آنها ساخته شده است و این در حالی است که هزاران سنگ صلیب در روز روشن توسط ارتش آذربایجان نابود می شود و تعداد کثیری از بناهای مسیحی دیگر در قلمروی آذربایجان نابود می شود. اینجا که می رسیم به یاد سخن آبراهام لینکلن می افتم و می خواهم به دولت مردان آذربایجانی یادآوری کنم که اندکی از مردم را می توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می توان برای مدت اندکی فریب داد، اما نمی توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.